سلام و ارادت خدمت رفقای گلم. خیلی خیلی خوش اومدین به 5مین روز از چالش کسب درآمد دلاری از یوتیوب. امیدوارم که تا اینجا از دیدن ویدیوها لذت برده باشید. امروز با یه بحث بسیار بسیار مهم، بنیادین و عرضم به حضور شما جذاب در خدمتتون هستیم تحت عنوان اصول اولیه ایجاد محتوا برای یوتیوب. چگونه ویدیوهایی بسازیم که مخاطب رو جذب و نگه دارد. رفقای گلم، توجه داشته باشید. الان اگه از شما بپرسم یا از خیلی دیگه توی کوچه و خیابون سوال کنم که آقا مهمترین سرمایه‌ای که الان تو توی زندگی داری چیه؟ اکثر شماها میگید آقا زمان مثلا یا عمرم مهمترین سرمایه‌ای که من دارم. و من میخوام خدمت شما عرض کنم بزرگترین سرمایه‌ای که ماها امروزه توی زندگیمون داریم توجهه. و اینکه آقا در حالا به اصطلاح خارجی بهش میگن اتنشن، اینکه ما در هر لحظه به چه موضوعی داریم توجه میکنیم خیلی خیلی مهمتر از در واقع اون زمان هست. برای همین به این دلیل که بعضی وقت شما توی اون زمانی که هستید در واقع ممکن روی چیزی در واقع دارید توجه میکنید، تمرکز میکنید که اساسا به درد شما نمیخوره. و ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که هم موفق شدن توش خیلی راحته، هم موفق شدن توش خیلی راحته، به خاطر اینکه در واقع آدمای خیلی زیادی هستن که عملا نمیتونن تمرکز و توجه متمرکز داشته باشن و موفق نشدن خیلی توش راحته، به خاطر اینکه آدمای خیلی زیادی هستن که توجه نکردن یا حواس پرت شدن براشون خیلی خیلی راحت تره و عوامل حواس پرتی که ما داریم امروزه خیلی زیاد شده. حالا ما تو این جوی که داریم زندگی میکنیم، تو دنیای تیک تاک که داریم زندگی میکنیم، تو دنیای ریلز اینستاگرام که داریم زندگی میکنیم، در واقع باید به سمت روش‌ها و کارهایی بریم که بتونیم توجه این مخاطب که حالا خیلی راحت هم توجهش در واقع پرت میشه رو بتونیم برای این مدت طولانی نگه داریم. این قضیه بچه‌ها از یوتیوب به اینستاگرام، چه می‌دونم تیک تاک و بقیه پلتفرم‌ها منتقل شده. بقیه پلتفرم‌ها اینجوری کار نمی‌کردن. ولی الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم تقریبا همه پلتفرم‌ها بر این اساس کار می‌کنن که شما چقدر میتونی مخاطب من رو روی پلتفرم من نگه داری. اگه محتوای تو بتونه خیلی بیشتر نگه داره و این کارو انجام بده، من تو رو سرم میذارم، حلوا حلوا میکنم. حالا تو اینستاگرام میگن تو رو میبرم تو اکسپلور، تو یوتیوب ما میگیم ما تو رو میبره تو ساجستد، میبره توی صفحه اول خودش قرار میده. حالا تو یوتیوب بچه‌ها ما یه اصطلاحی داریم، اینو حالا تو اینستاگرام یه جور میگن، تو یوتیوب ما اصطلاحاً بهش میگیم AVD یا average view duration، که average view duration قبلا رو بهش میگفتیم audience retention یا نگه داشتن مخاطب. خب حالا تعریف این AVD چیه؟ ببین توجه داشته باشین عزیزان من، تمام عرضم به حضور شما یوتیوب، تمام کارهایی که ما میکنیم، تمام فعالیتایی که شما انجام میدی، هر چی که هست روی یوتیوب تمامش یک هدف داره و این هدف اینه که من AVD رو به حد اکثر خودش بتونم برسونم. میانگین زمان تماشا نشان می‌دهد که مخاطبان به طور متوسط چقدر از ویدیو شما رو تماشا می‌کنن. یعنی اگر من یه ویدیویی دارم که 10 دقیقه است و مخاطبای من 5 دقیقه‌اش رو به طور متوسط نگاه می‌کنن، AVD من میشه 50%. توجه می‌کنید؟ اه، حالا چرا AVD مهمه؟ اولا که الگوریتم یوتیوب به نحوی طراحی شده که ویدیوهایی که AVD بالاتری دارن و امتیاز بیشتری بهشون میده، به تعداد بیشتری از مخاطبانشون میده. طبیعتا اونا ویدیوی ببین آقا اینا همش به هم وصله ها. ببین رفقا گفتم من خیلی دلم نمیخواد توضیح بدم ویدیو رو طولانی کنم، ولی از روز اول که ما اومدیم صحبت کردیم، AVD شما به نیچ شما ربط داره، به اینکه مخاطب هدفت درست انتخاب کرده باشی ربط داره، به اون که اون بیزینس